السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در سوره علق انشاءالله امروز شروع میکنیم و این سوره علق یکی از سوره هایی هست که اولین کرده نازل شدگی هست. 5 آیاتی اون یکمین مراتبه که با پیامبر خدا صلی الله علیه و نازل می شود این سوره علق هست، یعنی که سوره اقرا بسم ربک الذی خلق میگن. سوره علق سوره مکی هست و اون بسیار در شروع شوی وحی هست، به خاطر چه پیامبر خدا صلی الله علیه و الله پاک همین خیلی خوابهای عجیبی در خواب آنها وردن که تنها نشینی یا که گوشه نشینی انتخاب کردن و در غار هیرات در همونجا ماندن. سببش چندین اهل علم هر خیلی گفتگی هست، یک از همون سببش همی است که تنها باشد انسان بسیار فکر میکند و یک فکرش جنبست است و هر فکر خوبی در نظرش آمدنش ممکن هست اگر انسان با عبادت مشغول باشد. و به خاطر که در غار حرا اونا میگه قرار داد، بعضی مفسرین میگن که از بالا که وقتی مکه را نظر میکرد میفهمید که دنیا یگام قدری ندارد. در اینجا سوره علق هنگام پیامبر خدا صلی الله علیه و این سوره که نازل شد، در اون حالت حضرت خدیجه مادرمان همسر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بودن. سوره علق در چندین موضوع ها صحبت میکند. یک از هم موضوع هاش درباره خواندن هست که موضوع نزول وحی است یکم. دیوم موضوعی که انسان سرکشی و طغیانگری دارد و سوم موضوعش همی است که درباره انسان هایی که مردم از نماز باز می‌دارند. چه خیلی که ابو جهل لعین در زمانش همین کارو میکرد. پیامبر خدا صلی الله علیه و چه میگه در پیش مکه که نماز میخوان اون ابو جهل میخواست که اون باز بدارد. در اینجا سوره علق ان شاء الله شروع میکنیم، فقط تحت لفظی میشود و یگام کلماش که احتیاج باشه ان شاء الله شاید کمی تفصیل بدیم ان شاء الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ ما در موضوع گفتیم که یکم موضوع همین سوره علق همین است که برای خواندن امر کردگی است الله پاک. در اسلام باید مسلمان ها بسیار میخواندگی باشند، از سواد از علم ان شاء الله که انسان از تمام کارهای بعد که خودش رو باز میداره و فهم پیدا میکند. بخوان بسم ربک الذی خلق، به نام پروردگارت که خلق کرد. اینها را بی اسمیه اصلش به نام، یعنی که به یاردم نام پروردگارت گفتن بعضی ها، یعنی که علی اسم ربک الذی خلق گفتن. خلاصه ترجمهش همین میشود که بخوان به نام پروردگارت که خلق کرد. خلق الانسان من علق، خلق کرد انسان را از علق. علق همون خون پیچیده هست که در همون رحم مادر می شود. یکم درجه انسان یکم آب است، بعد خون پیچیده می شود. علق به سبب میگویند که اون تعلقش به همون رحم مادر هست. خلق کرد شما را الله پاک از خون پاره، خون پیچیده. به نام آن پروردگار شما را خلق کرد، به همون چیکن طلب یاردم طلب کن. اقرأ و ربک الاکرم، بخوان و پروردگار تو چی هست؟ بسیار با اکرام هست، بسیار خیر کننده هست بولی بنده هاش. الذی علم بالقلم، همون ذاتی که تعلیم داد به قلم. علم الانسان، تعلیم داد انسان را که ما لم یعلم، اون معلومات نداشت و نمیدونست. در اینجا بعضی علما میگویند که این فضیلت علم این است که وقتی انسان میخواند باید بنویسد. اگر همین کتاب ها اگر نوشته نمیشدن، هر آینه ما به همون جهل میموندیم. به فضل بگه همون علما و الله پاک اونها را تعلیم داد و نوشتن تعلیم داد بر این فرزند انسان الحمدلله باقی ماند. دوام همون آیات ها. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کلا ان الانسان لیطغی ان رآه استغنى ان الى ربک الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى. در اینجا طغیانگری انسان میگه، سرکشی، بسیار تکبر هست.
همین خاصیت انسانه که خواستن وقتی خودش رو به احتیاج بیند، خودش رو بایی ببیند و خودش رو به مثلا یگام کس بگم احتیاج نیستم، بگم ذات احتیاج نیستم بگد، در این حال در طغیانگری زدن میگیرد. کلا میگه ردع هست، اینه که کلمه کلا اصلا به معنی که هرگز نمی شود، اما در اینجا که پیش از اون یگام معناهای ناخوبی که نمیاد است به معنی هرگز نمیگیم و به معنی حقاش میگیم. چقدر که در تفسیرها می خیلی بیان کرده هستن که حقا این الانسان، یعنی که کلا با اونه که حقیقت هست، حق هست که بیشک انسان چی هست؟ لیطغا هست. لیطغا با اونه که تجاوز میکنه حد را در طغیانگری، در سرکشی، یعنی که پیروی از نفسش میکند و تکبر میکند بر الله عزوجل. کلا حقا این الانسان، بیشک انسان لیطغا البته چی هست؟ تجاوز کننده و طغیانگر هست. الرآه استغنا، الرآه استغنا یعنی که اگر بیند به سبب که الرآه وقتی میبیند همون نفسش را غنی، استغنا گفته نفسش را غنی بینیاز که میبیند، به سبب که همون انسان طغیانگری میکند و سرکشی میکند. چی از علتش؟ الرآه استغنا، این که بیند نفس خودش را استغنا بیند. استغنا مونه که بای بیند، به احتیاج بیند، دیگر اون طغیانگری کردن میگیرد. این الی ربک الرجعه، ای بسوی پروردگارت ای انسان برگشتی تو هست. رجعه گفته مسیری تو، برگشتی تو بسوی الله. از چی قدر بگیم تکبری میکنه، میگه الله پاک تو کجا میره، یکم راه دیگری نداری تو غیری که این بسوی الله برمیگردی. ارایت الذی ینها، این آیت در مانند تعجب میکند که یک انسان اینجا میگه ارایت، آیا چی میبینی ای محمد صلی الله علیه و سلم؟ اینه که تعجب آور است، اینه که ایره بین که ای بدبختی ابو جهل لعین این کارها ایره بین گفته تعجب، یعنی که آیا میبینی اینه الذی همونه که ینها گفته باز میدارد، عبداً بنده ای را که یعنی که باز میداره. کلام بنده یعنی که نبی صلی الله علیه و آله گفته اذا صلى، هر وقت که نماز میخواند، میگه اینجا نماز نخوان، اینجا ممکن نیست موافق قانون، یعنی که تو کافرها میگفتن که تو در اینجا طریقه که نماز میخوان در اینجا ممکن نیست، این خیلی میکنه ممکن نیست، یعنی که همین خیلی تجاوز میکنه حد الهی را. ارایت این کان علی الهدى، میگه الله پو میگه تعجب است که خبر به تیمره محمد صلی الله علیه و سلم اگر باشد بر هدایت، یعنی که همون نفری که نماز میخوند بر هدایت هست، یعنی که نبی صلی الله علیه و سلم خبر بده ارایت تو چی میبینی؟ تعجب است، خبر بده این کان علی الهدى، اگر باشد بر هدایت که اون پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نماز خوانده است، در راه هدایت است، در طریق خوب است، مستقیم است. او امر بالتقوا، یا که امر میکنه به تقوا و به اخلاص و بگیم به دعوت خوب. این چرا این خیلی انسانی خوبه بوچ میکنه من میکرده است؟ چرا خیلی میکرده است؟ معنی یکمش همین است، نه انسانی که در راه تقوا هست و اصلاح هست و بگیم که خیر هست، چرا اونو من میکرده باشد؟ این تعجب است. معنی دومش این است که میگه که تعجب است ارایت این کان علی الهدى، اگر بر هدایت میشید همین ابو جهل لعینی که از نماز من میکند و مردم از گرد کعبه باز میدارد که در نماز خونن، او امر بالتقوا که امر به تقوا میکرد، این خوب نبود؟ از اونی که طغیانگری میکنی طرفداری از اسلام میکردی خوب نبود؟ دوزختی نمیشه؟ این نقض نبود برای تو؟ این معنا هم دارد. خلاصه اگه بعد از اون الله پاک با امر به سوی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ارایت این کذب و تولا، یعنی که خبر بدیم برای محمد صلی الله علیه و سلم اگر دروغ گفت قرآن را ده، ارایت یعنی که خبر بدهید، یعنی که ببینید. این کذب اگر دروغ گفت قرآن و تولا گفت پوش گردان از ایمان آوردن، یعنی که پوش گردان و رو گردان. علم یعلم، او نمیداند بان الله یرا، بیشک الله پاک میبیند اونا. او نمیداند که الله پاک اونا میبیند چیزی که کرده است اون، یکم جای پنهانیش نیست در نزد الله. کلا لئن لم ینتهی، یعنی که هرگز این خیلی نیست. ما گفتم کلا گویا از به معنی حقا میاد، حقا در حالتی میگه در پیش از اون یکم رد نکرده است باشه کافرها را، اونا به اونجا به معنی حقا میاد. یعنی که کلا که وقتی که کافرها رو که رد کیسته است مانند ابو جهل را، ان مورد به معنی هرگز نمیشود. اینجا به معنی هرگز نه، از دویم مراتبش که اومده است. کلا لئن لم ینتهی، هرگز این خیلی نیست. لئن لم ینتهی، اگر که باز نیستد از همون کاری کرده استگیش ابو جهل که باز نیستد،
هرگز خیلی نیست، اون بر حال خودش نمیگذاریم اونا. لئن لم ینتهی، اگر که باز نیست از اون کاری کردستگیش، الله با چی میگه؟ لنسفعا بالناصیه. لنسفعا گفته به معنی که سخت یک چیز به طرف خود کشیده نمیکرد، یعنی که البته اون سخت میگیره، میگه الله پاک. بالناصیه گفته به پیشانیش، یعنی که موی پیشانیش قد کشیده. نصفه گفته یک چیز به طرف خودش، یک انسان یک چیز سخت میکشه طرف خودش، مثلا یکم که از قطع یک نفر جنگ میشود به طرف خودش سخت میکشه از موی سرش، یا اینکه از لباس بدنی همون. الله پاک خیلی گفته است که البته میگیریم اونا، سخت میگیریم. بالناصیه چی؟ به پیشانی او، با موی پیشانی او. همون پیشانیه که بدبخت پیشانی دارد، میگه ناصیه کاذبه خاطئه، پیشانی دروغوی خطا کننده، یعنی که کفر کننده. مرادش اینه که پیشانی دروغو، یعنی که صاحبی هم پیشانی دروغو، خاطئه که بسیار گناهگار است و دروغو است و در حقیقت چی است؟ خطا کننده است که حقیقت اختیار نمیکند. در این حالت دیگه پیامبر خدا صلی الله علیه و نماز میخوند. در بعضی روایات میگه که در پیش مکه همه ابو جهل آمد که وقتی از نماز منش کرد، پیامبر خدا صلی الله علیه و گفت که برای کار خطا کن. گفت بسیار خیلی گفت گپی زیادی نزن. گفت ابو جهل دیگه تکبری کرد، گفت از دست تو چی میآید؟ چی کردم میتونی؟ گفتم یک فریاد بزنم. گفت حوزه همه مردم میان میکشن تر میپرتون. همین خیلی گفته فلیدعو نادیه. الله پاک میگه فلیدعو، پس دعوت کند، فریاد کند نادیه رو، هم اهل مجلس رو، هم مردمی که گپی رو میگم جایی که میشینن، هم مجلسشون فریاد کنه بگو، اگه مشکلی نداره. الله پاک محمد صلی الله علیه و گفته است، پیامبر خدا گفته است که اون فریاد کردنی است، اون سینت زوری میکند، میگه از مردم فریاد میکنم، بگذار فریاد کنه بگو. فلیدعو نادیه، پس دعوت کنند اهل مجلس را و همون مردمانی که گپش میگیرن وادی ها را. سندعو الزبانیه، ما دعوت میکنیم زبانیه را. میگه یعنی که پیامبر خدا صلی الله علیه و میگه که پس الله پاک دلتیش کردیست است، دل بردارش کردیست است که پس ما دعوت میکنیم زبانیه را. زبانیه ملائکه دوزخ را. صحابه کرام میگه اگر همون ابو جهل لعین اگر فریاد میکرد که همون اهل مجلس و همون خیش تورش و همون کافر و مشرکای بگیم ظالمای دیگه شکل فریاد میزد، میگه هر آینه الله پاک میگه ملائکه را میفرستون، میگه همشه به خاک یکسان میکرد. چه قومی رو کرده بودن ملائکه کرام. حضرت جبرئیل کلا گفته الله پاک میگه هرگز خیل نیست، هرگز تو اون اطاعت نکن. لا تطیعه گفته اطاعت نکن اون بدبختی که تو از نماز باز میدارد، میگه اینجا ممکن نیست نماز خوندن، اون گپای اونها بیکار است. میگه ترک نماز نکن، واسجد و سجده کن، واقترب و قریب شو به الله پاک. هر جایی که نفهم باشد مرحمت کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.